با شما در مراسمی کشادشوی فستیوال گوایرل در مرکز آمریکایی در شهر خوجند قرار دارد. در مرکز آمریکایی شهر خوجند فستیوال یا خود جشنواره 3 روزه برگزار گردید. در فستیوال مذکور سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم اشتراک نمود. وی گفت هدف از اشتراکش در فستیوال ملاقات با جوانان نوکار صاحب غایه‌های جالب است که این گونه شخصان در ولایت سوق مخصوصا شهر خوجند زیاد می باشد. فستیوال مذکور شروع از سنه 22 تا سنه 24 اکتبر با مقصد معرفی لایحه Go Viral گذرانده شد. و از زمانهای خیلی قدیم خوجند یک مرکز فرهنگ و یک مرکز غایه‌های نو بود و حاضر وقتی که من به خوجند آمدم همه این زیبایی طبیعت، همه اون کوه‌ها و همه اون دشت و دمن‌هایی که دیدم به من از اون حلاوت بسیار بردم. سفیر مهمانان را پذیرایی نموده تاکید کرد که برای سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان دستگیری اولین جشنواره Go Viral در خوجند باعث افتخار است، چون که دوام 3 روز برای فعالان ولایت سوق در ساحه تجارت، واسطه‌های اخبار عامه، فرهنگ، تکنولوژی و جامعه شهروندی زمینه را فراهم می‌کند. فستیوال 3 روزه در 4 سمت گذرانده شد. اولین رشد صاحبکاری یعنی اقتصادیات، مدیا، ژورنالیستیک، تکنولوژی و همچنین به رشد فرهنگ بخشیده شد. اشتراکچیان آن از ساحه‌های گوناگون بودند. فستیوال در فضای آزاد برگزار گردید که هر اشتراکچی مستقلانه فکر خود را ابراز نمود. Я гордо видеть, что с 1 октября 2021 года IWPR начал реализацию проекта Go Viral по Центральной Азии. Наша цель и цель проекта – это расширение региональных связей, поддержка экономического развития и укрепление гражданского сектора путем создания и поддержания глубоких, качественных партнерских отношений между новым поколением инновационных централизационных лидеров. بعداً جلسه گزارشگران در ساحه تجارت و فناوری آغاز گردید. بختیار قادرов در مورد 5 درسی که او هنگام راه‌اندازی استارتاپ تکنولوژی برای تشکیلات‌های مالیوی از خود کرده است صحبت کرد. متخصصان که در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمودند از نتیجه کاری خود معروضه کردند. همچنین در فستیوال خود جشنواره بیش از 40 عدد آرایشات از سنگ و لباس‌ها را از 5 نفر زنی طراح به نمایش گذاشتند. ساگت آرت استارتاپ اجتماعی است که برای دختران معیوب و زنانی که به خشونت خانوادگی دچار شدند کسب هنر می‌آموزانند. С удовольствием организовываем мини-фестиваль Go Viral в Худжанде с представителями, спикерами в области технологии, медиа, культуры и бизнеса, жителями Сагдийской области. Цель наша, знаете, создать такую площадку, где умные, талантливые, деятельные люди могли бы пообщаться, показать результаты своей работы, рассказать о своих сложностях, с которыми им приходится сталкиваться, объяснить причину, почему они не уезжают, как все остальные, а продолжают жить и работать в нашей республике. در دوام فستیوال میزی مدور برگزار گردید. در هفته آن اشتراکچیان واقعیت روزنامه‌نگاری در ولایت سوق را بررسی کردند. در نشست کارشناسان از جمله جمشید معروفов، الهام جمالیان، فیروزه میرجومیوه و مدیراتور گوزل محکمова حضور داشتند. روز شنبه و یکشنبه نیز برنامه‌های زیادی جالب در جشنواره مذکور گذرانده شد. در روزهای استراحت رسامان و طراحان، آفرندگان کتاب‌های هجوی و هجونگاران اشتراک نمودند. Go Viral همچون جشنواره نوآوری در الماتا در سال 2017 تأسیس یافته، عین زمان به یک شبکه نوآور و ایجادکاران بین بخش تجارت، رسانه، فرهنگ و فناوری در بین 5 کشور آسیای مرکزی تبدیل یافته است. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.